در حالی که عده‌ای در خانه‌های کوچک و محقر یا خانه‌های یک طبقه با سبک شرقی یا در یک آپارتمان متوسط 3 طبقه زندگی می‌کنند، عده‌ای دیگر تنها نیاز به استخدام 600 کارمند برای کنترل امورات روزمره منزلشان دارند. اما وقتی شما میلیون‌ها دلار در جیب دارید که می‌توانید برای خانه مورد علاقه‌تان خرج کنید، چرا که نه؟ شما را با 10 خانه گران قیمت میلیاردرها آشنا می‌کنیم. شماره 10: عمارت سیلیکونی ولی، کالیفرنیا. با ارزشی معادل 100 میلیون دلار این عمارت جایگاه 10 لیست ما را به خود اختصاص داده است. این خانه متعلق به یوری مینر بوده و به عنوان منزل دوم این سرمایه‌گذار فیسبوکی خریداری شده است. این خانه با الهام از قلعه‌های فرانسوی با سنگ آهک ساخته شده و می‌تواند به خاطر استرخایی که در داخل و خارج منزل وجود دارد و نیز سالن رقص مایه محبت صاحبش باشد. چشم‌انداز زیبای خلیج سان فرانسیسکو که از طبقه دوم آن قابل مشاهده است شما را شگفت زده خواهد کرد. شماره 9: زانادو، واشنگتن. رتبه 9 ما به دومین مرد ثروتمند جهان، بیل گیتس شهیر تعلق دارد. این خانه که در واشنگتن قرار دارد با اسم خاصش زانادو بر اساس گزارشات مالیاتی در حدود 121 میلیون دلار قیمت داشته و در زمینی به مساحت 66,000 فوت مربع بنا شده است. همچنین این ملک به خاطر طراحی و تکنولوژی به کار رفته در آن استخری با سیستم صوتی در زیر آب، باشگاهی به مساحت 2500 فوت مربع و یک کتابخانه برجسته شهرت دارد. شماره 8: قلعه هرتز، کالیفرنیا. این عمارت مجلل زمانی به ویلیام رندولف هرتز غول صنعت چاپ روزنامه‌نگاری تعلق داشت و پس از مرگش توسط بنیان هرتز به ایالت کالیفرنیا اهدا شد. این عمارت یکی از خانه‌های مورد استفاده در شاهکار سینمایی فرانسیس فورد کاپولا یعنی پدرخوانده است. بر اساس گزارش تأخیر این ملک تاریخی واقع در بیورلی هیلز ارزش معادل 165 میلیون دلار دارد. این بنا دارای 29 اتاق خواب باشکوه، 3 استخر شنا، سالن تئاتر شخصی و اتاق دیسکو می باشد. همکنون بازدیدکننده ها می توانند به یک تور گردشگری باشکوه در این خانه بروند. شماره 7: الیسون استیت، کالیفرنیا. خانه‌ای با الهام از معماری ژاپنی و ارزشی برابر با 200 میلیون دلار که متعلق به لری الیسون مؤسس اوراکل است که به عنوان کلکسیون املاک نیز شناخته می شود. این خانه با سبک شرقیش دارای یک دریاچه مصنوعی، عمارت چای، حمام جداگانه و یک آبگیر شخصی است و در سال 2004 ساخته شده است. این مجموعه که شامل 10 ساختمان مجزا است در زمینی به مساحت 5.5 هکتار واقع شده است. شماره 6: ملک شکوفه، فلوریدا. رتبه 6 ما متعلق به کن گریفین، سرمایه گذار سیتادل با ثروت حدود 4 میلیارد دلار بوده و بر طبق گزارشات سال 2012 قیمتی بیش از 130 میلیون دلار داشته است. این ملک از 4 بنا تشکیل شده که در زمینی به مساحت 3 هکتار و در طول ساحل پالم بیچ پهلو به پهلوی هم واقع شدند. همچنین مالکیت زمین ساحلی نیز به آن تعلق دارد. البته 4مین ساختمان آن به تازگی تخریب شده است. شماره 5: کاخ کنزینگتون، انگلستان. این عمارت متعلق به لاکشمی میتال است. میتال ریاست بزرگترین کمپانی فولاد را بر عهده داشته و 6مین فرد ثروتمند جهان به شمار میآید. ارزش این ملک معادل 222 میلیون دلار است. این خانه دارای 12 اتاق، استخر سرپوشیده، حمام ترکی و پارکینگی با گنجایش 20 خودرو است و همراه با سفارت اسرائیل و امارت کئورکی در محله با امنیت بالا واقع شده است که به آنها ردیف میلیاردرها میگویند. شماره 4: وان هاید پارک، انگلستان. مالک این آپارتمان ریناد آخمدوف ثروتمندترین مرد اوکراین است. در سال 2011 ارزش این ملک 221 میلیون دلار برآورد شده است. این خانه گران قیمت 25,000 فوت مربع مساحت داشته. دارای شیشه‌های ضد گلوله و خدمات 24 ساعته هتل برای ساکنین میباشد. با توجه به ارزش بالایش به سختی میتوان از اقامت در آن احساس نارضایتی کرد. شماره 3: فرفیلد، نیویورک. ایرا رینالت با ثروتی به میزان 6.5 میلیون دلار مالک این عمارت با ارزش 248 میلیون دلار است.
خانه زیبای این میلیاردر عرصه صنعت از 27 اتاق خواب با شکوه، 39 حمام و 3 استخر شنا تشکیل شده است. این عمارت حتی می‌تواند برق مورد نیاز خود را تأمین کند که البته این اقدام شگفت‌انگیز از سوی رینالت محسوب نمی‌شود. شماره 2 ویلا لئوپولدا، فرانسه. در سال 2008 این عمارت که متعلق به صفرا است، ارزش معادل 500 میلیون یورو یا 750 میلیون دلار داشت. شایع است که این عمارت فرانسوی که توسط شاه لئوپولد دوم ساخته شده، متشکل از تعداد خانه‌هایی است که برای همسران شاه در نظر گرفته شده بودند. این عمارت در 8 هکتار زمین ساخته شده و خانه‌ها در کنار آب واقع‌اند. شماره 1 آنتیلا، بمبئی، هندوستان. و بالاخره نوبت به شماره 1 ما رسید. آنتیلا به عنوان گران قیمت ترین خانه در جهان شناخته می شود. مالک موکش آمبانی ریاست بزرگترین پالایشگاه نفت هند را بر عهده داشته و دومین فرد ثروتمند آسیا است. این خانه که با 27 طبقه در بمبئی واقع شده است، بیشتر شبیه به یک ساختمان تجاری شهری است تا یک خانه. آسمان خراشی با 6 طبقه زیر زمین به عنوان پارکینگ که برای 168 ماشین جا دارد. 3 جایگاه برای فرود هلیکوپتر داشته و از نظر زیست محیطی به عنوان خانه‌ای سالم شناخته می شود. تنها 600 خدمه برای امور روزانه آن مشغول هستند. امیدوارم از این گشت‌گذار لذت برده باشید. یا اگر ایده های جدیدی برای برنامه‌های آینده ما دارید، برای ما کامنت کنید. سابسکرایب یادتون نره. متشکرم.